دوستان عزیز سلام عرض میکنم. امروز یه فرش خاصی رو خدمتتون میخوایم معرفی کنیم. با اینکه فرش خیلی سایز بزرگی داره، باز کردن و بستنش خیلی مشکله، ولی میخوایم این فرش با تکرار نشدن بیزاد و فرش تبریز 10 متر در 10 متر مربع و خاص بودن این فرش در اینه که سایز مربع مستطیل نیستش. فرش 10 در 10 دیگه فکر نکنم تکرار بشه. الان چند تا هستش تو ایران؟ میشه گفت مثلا چند تا؟ شاید تعداد انگشت شمار باشه. فرشی که از نظر نقشه و رنگ‌آمیزی هم واقعا خاص و زیباست. حاشیه‌اش کلاً ابریشم، لچک‌ها گوشه‌ها تمام ابریشمه و خیلی رنگ‌آمیزی زیبایی داره. متن حاشیه فیروزه‌ای رنگه، متن خود فرش هم که رنگ شرابیه. انشالله این فرش قسمت هر کی که باشه واقعا با خرید این فرش یک قدم از بقیه جلوتر. فرش خیلی زیبا و منحصر به فرد. Nasıl ustad yoxsa bu günlər görsən, bunu hər bafəndə buzurgərlə çox ustad çıxardanmaz. Çıxardanmaz. رهلری دا هارمونی رنگی çok قشنگی. رهلر çok یه نواخت و fövqəladə. از رنگ fövqəladə. Haşiyənin qəbləğinə bax. Turuncu da elə fövqəladə. Haşiyəni görsən? Bəli, haşiyə